سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم بریم نمایشگاه با داداشم. الان تو راهیم، داریم میریم، یکم دیگه میرسیم. بچه ها رسیدیم. سر ساعت 6. قرار گذاشتیم بعد 3 ساعت یه جا جمع شدیم. یکیمون هم دیر کرده قرار بیاد. الهه با دست گلش جا میده. میرسه. بچه ها اومد. ما میدونی چقدر واسه این منتظر بودیم که نمیرسیم. الان داریم میریم سورپرایزش کنیم. عملیات با موفقیت انجام شد. کار دوستم. یه دورم جمع شدیم، به یه سلفی بگیریم. جمشید. مینا بیا رسن. مینا رو همه جا میفرستیم رسن. 3 2 1. این شبیه کار توه. من که قشنگ‌تر میشنم 100% عالی‌تر. وایسا مثلا جزئیات من خیلی الهه یه چیزی بگم. الهه این بهتره. مالتان رو تموم نشده. یه نقاش بچه این حال نداشته همشو بکشه وسطشو کشه. همین ببین من چقدر حال داشتم. مبانی ایراد داشت. چون کیفیت دارا خیلی خفنه چون کاش. بچه ها زرافه. زندگی من به طرز عجیب داره با زرافه ها گره میخواد. خیلی باحاله. قربه که این گرسه بود بیشتر بود ولی اینم خوبه پشمانی بافت. چه کار خودکاره. زرافه دیگه من فکر می‌کنم نه اسمت چیه؟ کی میاد؟ دختر بودی من بگم پسری به دختر خوشی اون که دیر اومد داره اول از همه میره. برو خب سر خانم توضیح بده راجع به کار چقدر طول کشید شاهکار هنر رو خلق کنید. عالی. برنامه چی؟ بچه ها اومدیم کافه، همون برنامه افتر نمایشگاه و کافی میزنیم. ماکیاتو همین که این کار اون پشتم کتاب خیلی قشنگ داره. حالا میریم میبینیم. امروز برای من روز عجیبی بود. تمام مدت داشتیم در مورد یه تصمیم جدید حرف میزدیم. تصمیمی که شاید تا حالا بهش فکر نکرده بودم یا اصلا نمیخواستم فکر بکنم. اما بالاخره این تصمیم گرفتم. احتمالاً تو ویدیوهای بعدی باتون در میون میذارمش. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.